این قسمت از سری برنامه‌های خواب و رویا در خدمت شما هستیم به اتفاق جناب آقای دکتر ایرج اسماعیلپور قوچانی. امیدوارم که دو قسمت قبلی مورد توجهتون قرار گرفته باشه و به سوالایی که داشتین به خوبی پاسخ داده باشیم. منتظر هستم تا آقای دکتر هم به جمع ما اضافه بشن تا بتونیم برنامه رو شروع بکنیم. سلام آقا بابک. حالا تا فعلا آقای دکتر بیاد من سلام علیک میکنم با دوستانی که به ما اضافه میشن. دوست و پسرمه هنرمندم فعلا اومده و منتظر آقای دکتر قوچانی هستیم. ببینم که کی به جمع ما اضافه میشن. سلام علیکم. سلام علیکم. خب آقای دکتر نکنه یادش رفته که بیاد. به هر حال همچنان من منتظرم تا ایشون بیان. امشب زمانی که ما برنامه رو میذاریم خیلی اوضاع اینترنت تو این هفته در روز خرابه و خیلی هم بدتر میشه. امیدوارم یاری بکنه دیگه، اینترنت یاری بکنه، فیلتر شکن یاری بکنه. خیلی عوامل ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید دست به دست هم بدن تا ما بتونیم یه برنامه لایو داشته باشیم. من اکسپت کردم. آقای دکتر امیدوارم به زودی به جمع ما اضافه بشن و بتونیم برنامه رو شروع بکنیم. نمیدونم اینترنت چرا، البته معلومه دیگه چرا معلوم نیست. ممنون از دوستان. یه بار دیگه اکسپت کنم آقای دکتر رو. ما کلا مشکل داریم برای اومدن ایشون که قطعا ایراد از سمت ایرانه. البته شاید اینترنت های آلمان خیلی وضعش خراب باشه ها، نمیدونم. ما که اینترنت همون خوبه. من اکسپت میکنم آقای دکتر، نمیدونم چرا نمیاد بالا. شاید واقعا سرعت خیلی پایینه. من اکسپت میکنم ولی باز دچار مشکلی. اکسپت اینم go to live اما خبری نیست. واقعا منم بد کردم این وری بکنم. هی داده بیداد. آقای دکتر یه بار دیگه بفرست. من هی اکسپت میکنم. مرسی. منتظر میشیم. دوستان میبخشن دیگه، یعنی میگم احتمالاً ایراد از اینترنت باشه و اینکه بسیار ضعیفه. بازم فرستاد آقای دکتر و من اکسپت میکنم. خب من کنم اینطوری بهتر باشه. خب سلام آقای دکتر. من با موبایل ستاره اومدم. آره من اون آخر اکسپت کردم. نمیدونم پس چه موردی بود. ما هی انگ و برچسب زدیم به اینترنت های ایران ولی ظاهرا اینترنت آلمان مشکل داره. اینجا اومدم. وایسا. نه این نیست. خیلی خوب هستم در خدمت. خب بریم دیگه ها. آره یه مقدار دیر شروع کردیم. عذرخواهی میکنم از دوستان به خاطر تأخیرمون. داشتم میگفتم اگر موافق باشین با این پرسش من شروع بکنم برنامه امشبو که آیا یک نفر خوابهای گوناگونی میبینه، یعنی به لحاظ تنوع نوع خواب میگم،
ما یه جور خواب داریم یا ممکنه 4-5 جور خواب یه نفر ببینه به لحاظ حالا علم خواب شناسی که شما دارید. این علم خواب شناسی که شما دارین خیلی الان یه سوال دفعه مهم. آره الان لغت ساختم. والا چیز این من اینک بزنم شبیه بشیم یه خورده. نه مثلا بفرمایید. این خیلی سوال عمیقیه. من طبیعتا آدم خوابای متفاوت میبینه. یعنی یک نفر که فکر میکنم در راستای حرفای قبلی که خواب پادشاه با خواب رعیت فرق میکنه، طبیعتا خود آدم هم تغییر میکنه هویتش. ولی یکی از بزرگترین سوالات این که اصلا خود هویت چیه، یعنی چه جوریه اصلا خود ما چی هستیم. این هویت با بحران هویت یک چیزه. یعنی هویت نمیتونه باشه و بحران هویت وجود نداشته باشه، چون که هویت به این دلیل به وجود میاد که تغییر میکنه. اگه تغییر نکنه اصلا معنی ما هیچ وقت نمیرسیدیم به این سوال که هویت وجود داره یا نه. این سوال یکی از سوالات ابتدایی فلسفیه، یعنی اینکه یک مساوی یک هست یا نه. توی آکادمیا یک مقاله راجع به همین A مساوی A من نوشتم. هم هایدگر حالا توی این متأخرین در موردش صحبت میکنه، هم لاکان بر اساس اون توی ابتدایی اصلا سمینار 13 راجع به این صحبت میکنه که به هر حال ما وقتی در مورد هویت صحبت میکنیم که یک چیزی داره از هویت و از شکل قبلی خودش خارج میشه. بحران هویت همون هویته. بنابراین وقتی ما تغییر میکنیم، این روان که جلسه قبل هم صحبت کردیم که یعنی روح، هم در روح به معنی هم انگار که مثلا در ذهن ما رایحه و روانی رو میخونه و انگار که همه چیز در حال حرکت هست وقتی روح میگیم. همینطور خود کلمه روان در فارسی به معنی روان بودن و حرکت کردن هست. این نهایتا نمیتونه به معنی دور از این مفهوم باشه که ما چیزی نیستیم جز خود تغییر. در واقع تنها چیزی که تغییر نمیکنه همون تغییره. این معنی هویت. حالا در اینجا بر اساس اینکه ما در چه حالات روحی هستیم خوابامون فرق میکنه. خواب کلا 3 بخش میشه یک خواب رو در واقع تحلیل کرد. یکی بر اساس سمبول هایی که ما تو خواب میبینیم که عمومی است، یکی بر اساس خروش های بیولوژیکی که اون فرد در اون موقعی که اون خواب دیده، و یکی دیگه هم تعبیرهای ازوتریک به اصطلاح یا روحی است، عرفانی است که ما میتونیم داشته باشیم. شما وقتی یک این با ولی چه فرقی داره؟ این سمبول ها با اون تعبیرهای عرفانی تفاوتش کجاست؟ یعنی احتمالاً وقتی ما تو اون بعد عرفانیمون هستیم یه سری سمبول میبینیم یا نه؟ این بحث شبیه همون فرق بین تعبیر و تعبیره. تعبیر یعنی سمبولا رو میشناسی، باهاش کار میکنی، یک دونهش انتخاب میکنی، میگی این معنیش اینه، بر اساس اون چیزایی که هم برای خود فرد مشخص هست هم برای دیگری. ولی وقتی که تعویل میکنی یک مرتبه یک به اصطلاح سرنوشتی رو شما در واقع پردستینیت میکنید، یعنی از پیش تعیین میکنید. خیلی این دوتا مفهوم به هم وابسته است. در انگلیسی بین کلمه فیت و دستینی فرق هست. فیت یعنی اون چیزی که قرار هستش که اتفاق بیفته برات نوشتن، انگار که مثلا ما میگیم سرنوشت، رو سرمون نوشتن ها. خب طبیعتا سرنوشت هم خود آدم نمیتونه بخونه، باید بره جلو آینه بخونه. شما خواب یک آینه. بعد دستینی یعنی مقصد، اون دستینیشن، اون جایی که میخوای بری و خودت میتونی تغییر بدی. بذار اینجوری مثلا مثال بزنیم، مثلا رودخونه که شاخه شاخه میشه ها، یک رودخونه که شاخه شاخه میشه. این رودخونه که شاخه شاخه میشه تغییر نمیتونی بدی. نمیتونی بگی که من نمیخوام 2 تا شاخه بشه، میخوام همون یک شاخه بمونه. نه، ممکنه 3 شاخه بشه، 4 شاخه بشه. اینطور
نمیتونیم برخلاف جهت رودخونه شنا بکنیم. مثلا ما نمیتونیم به زمان عقب برگردیم ها، مثلا مشخص حدودی. اما کاری که میشه کرد این هستش که شما دارید میرید توی رودخونه با یک حرکت کوچولوی دست یک مرتبه قراره که برید توی اون شاخه رودخونه، برید توی این شاخه رودخونه. اون کارو میشه کرد. یا مثلا هممون داریم سقوط آزاد میکنیم، زمان هم مفهوم شبیه سقوطه دیگه، ما داریم به جهت آینده سقوط میکنیم. قوانینی که رو زمان حاکمه دقیقا قوانین جاذبه است. اینا دیگه فیزیک مدرن هر کس یک ذره خونده باشه میدونه اینو. ما به این دلیل به زمان عقب نمیتونیم برگردیم که خیلی فاصلمون فقط 14 میلیارد سال با بیگ بنگ فاصله داریم. مثلا اگه از زمین شما فاصلتون زیاد بشه به هر جهت میتونید حرکت کنید، درسته، ولی وقتی نزدیک زمینید سقوط میکنید. حالا ما به لحاظ آغاز زمان فقط 14 میلیارد سال فاصله داریم، 13.8 میلیارد سال. به خاطر همین محکومیم به اینکه به آینده بیفتیم. چرا دارم اینقدر رو زمان تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه خاستگاه فرهنگی خواب در ایران پیش بینی آینده است. این تو جلسه اول گفتیم ها، اینکه آینده رو بتونیم باش پیش بینی کنیم. بس بنابراین وقتی داریم در مورد یک چیزی صحبت میکنیم که هدفش این هستش که آینده رو پیش بینی بکنه، همه اینا رو باید در نظر بگیریم. حالا هویت ما در واقع همین رودخونه هست، اون چیزی که ثابته به نظر، ولی شاخه شاخه است، یعنی میتونیم در جهت‌های مختلفش حرکت بکنیم. اینکه شما کدوم جهت رو انتخاب میکنید در واقع اون سوال شماست. حالا آیا ما هم می‌بینیم یا نمی‌بینیم بسته به این داره که شما در کدوم مقطعی از زمان خودتون زندگیتون شما دارید خواب می‌بینید و اینکه خواب کی هست. اینا بسیار روی در فرهنگ ما اینکه چه ساعتی خواب می‌بینی، کجا خواب می‌بینی، با کی هستی دور و برت، همه اینها، در چه خانه‌ای هستی، تمام اینها رو جزء اطلاعات خوابه. در واقع یک خواب یک بیرونی داره، یک درونی داره. درونش اون جایی است که شما یک بخشش مهم است، اون جایی است که بدنت رو قرار میدید. حتی وقتی که میخواید شما خوابتون رو به یاد بیارید، صبح داره یادتون میره، شما قلط بزنی خواب فراموش شده، ولی اگه دوباره برگردی به همون حالت قبلی که بدنتون قرار داشته، بخش زیادی از خواب دوباره خودشو احیا میکنه. یعنی یک بخشی از خواب بدنی است. ترمیم خواب هم همین شکلی کار میکنه. در مورد ترمیم خواب بعداً صحبت میکنیم که ترمیم خواب اصلا چیست، چجوری میشه خواب ترمیم کرد. ولی اینکه شما صبح من صدای شما رو ندارم، نمیدونم شما صدای منو داری؟ صدا نداری؟ آها الان دارم. من دارم میگم که وقتی که صبح بلند میشی خواب داره فوراً از یادت میره. یک زندگی کامل انجام دادی اونجا با تمام جزئیات، ولی با یه حرکت، با یه گردش سر اینها از بین میره. به خاطر اینکه بخش زیادیش بیولوژیکه، در موردش زیاد کار شده. اینکه یک مرتبه‌ای این شما فرض کنید واگوس نرف شما، عصب واگوس شما شروع میکنه به فعال شدن، تمام جهان خوابتون یک مرتبه داره مزمحل میشه و از بین میره. فوراً خوب استش که آدم بره تو همون حالتی که قبلا بوده، چون که خواب اطلاعات زیادی است. هر خوابی که از دست میدید یک تجربه ای رو از دست میدید، انگار که یک کتابی رو شما زنده دفن میکنید ها. بنابراین خیلی تشویق نمیشه به اینکه خواب ببینید، نباید این کارو کرد. هیچ کس نباید این کارو بکنه، بگی خب سعی کن که خواب ببینی. اما وقتی خواب خودش میاد داره چیزی میگه و باید گوش کرد بهش. تکنیک هایی وجود داره برای اینکه خواب رو بشه نگه داشت. یکی از اینها هم مفهوم هویت هست. ما یک هویت جعلی داریم که هر روز صبح میافتیم تو شلوار اون هویت، یعنی به محض اینکه از خواب پا میشیم و هر روز به خاطر تکنولوژی این زمان داره کمتر و کمتر میشه. مثلا ساعت میگذارن که برن سر کار برسن. اون ساعت خودش داره به تو میگه تو کی هستی و باید چی کار بکنی. فاصله یک ثانیه میشه اینکه تو
وقتا خوابمون رو با هم میزنه دیگه، یعنی داریم خواب میبینیم به جای حساسش میرسه یا ساعت زنگ میزنه شما اصلا یک نمیفهمیم چی شد. آدم دیگه ای رو دارید زندگی میکنید به نوعی، آدم دیگه، آره. نه که یک آدم دیگه، ولی داری یک نقش دیگه ای رو بازی میکنی. ما تمام روانکاوی مدرن لاکان این هستش که ما ماسکیم و پشتش صورتی نیست. اینکه ماسکی باشیم، خود ماسکیم، خود ماسک میگه تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، ما چیزی نیستیم غیر از یک ماسک. ولی ماسک های زیادی میتونیم بزنیم. خوبی خواب اینه دیگه که شما یک مرتبه توی خواب میری یه ماسک دیگه رو میزنی به صورتت، مثلا میتونی یه کارهای دیگه ای بکنی ها مثلا. ولی تمام بحث دیزایر، اون کاری که گراف لاکان هم اینه که میگه که مثلا میگه که من احمقم، من با شعورم، من باهوشم، من فلانم. آدمایی که میان پلو روانکاو اینا رو میگن دیگه، من اینم، من اینم، من اینم. کار روانکاو اینه که برگرده به مسیر برعکس، در خلاف جهت زمانی زبان حرکت کنه، برسونه شما رو به اون منی که داره حرف میزنه و بهتون ماسکای دیگه نشون بده. بگه میگی من دلغکم، تو این هم هستی، تو این هم هستی، تو خودت اینو انتخاب کردی که اینطور باشی. در خواب به نوعی خواب در واقع داره به ما همین کار روانکاوی رو میکنه، به نوعی میشه گفت. و شما در واقع میتونید در اونجا این نارسیسیستیک ایمیج، تصویر نارسیسیستیکی که در طول روز داری رو بشکنی. ولی متاسفانه داشتم اینو میگفتم که ما صبح از بین شخصیتی که تو خواب داریم تا تو شخصیتی که باید بره سر کار، یک فاصله یک کسری از ثانیه رو داریم طی میکنیم، در صورتی که لزوما میتونه اینطور نباشه. لزوما میتونیم اینو یک ربع کنیم، یعنی فاصله ای که ما بیدار میشیم تا برسیم به اون. و همینطور زمانی که وارد خواب میشیم، خوب هستش که شما به این فکر بکنید که من بدنم نیستم، من فکرم نیستم حتی، و بعد ببینید داره چه اتفاقی میفته. این بهترین تکنیکه، چه موقعی که دارید به خواب میرید، چه موقعی که از خواب بیدار میشید، برای روشن بینی، برای رسیدن به درک عمیق‌تر از خود و دیدن هویت. اینکه خود هویت رو ببینید که چیست. اینکه وقتی میگه زین 2000 من و ما، من چه منم، من چه منم، این در واقع اینجاست که چرا میگه زین 2000 من و ما هزاران من هستیم، یکیشو انتخاب میکنیم. ها الان صبح که پا میشیم ولی همون رو انتخاب میکنیم که همیشه داشتیم. تو خواب ولی آدمای متنوعی میشن. ها این عدم سیمتری از کجا میاد؟ عدم تقارن از کجا میاد؟ چرا ما یک ور که بیداری است همیشه یک آدمه، اون ور که میریم تو خواب هر دفعه یک آدم دیگه میشه، با یک سری آدمای دیگه روبرو میشه الی آخر. مثال، بنابراین شاید ابتداعا ما در واقع در یک اجبار به تکرار هستیم. لزومی نداره که ما هر روز همون آدم بیدار شیم، اتفاقا خودمون هستیم که این کار رو میکنیم، اون اجبار به تکرار ما. با سرعت زیاد این عادت بدی که در واقع اون ریتوال خواب رو خراب میکنه. خواب آیینی داره، این آیین خواب بسیار کم اهمیت شده. جلسه اول در مورد خواب پادشاه که صحبت کردیم مثلا این بود که کسی دقت نمیکنه که در مورد مسائل سیاسی زیاد صحبت میشه، چیزای قشری سطحی، به نظر شما خیلی عمیق میاد، ولی همه اینها ته یک خواب اینا رو ممکنه به وجود آورده باشه. این بالاخره حرفی است دیگه. میگه نگر تا خواب بیهوده نشمری، که این دهمین باره که دارم میگم، یکی بهر دانیز پیغمبری. این واقعا اهمیت خواب در فرهنگ ما و به صورت عموم وجود داره، چون که ما خواب رو اونطور که بایسته و شایسته است جدی نمیگیریم. کما اینکه وقتی نگاه میکنیم به خاطراتمون میبینیم ماهیتی خوابگون دارن. و وقتی هم که یک زندگی کامل داریم انجام میدیم تو خواب، وقتی بیدار میشیم اون با یک حالت پروژکتیو جیومتری، یک هندسه انعکاسی، فوراً از بین میره، در یک لحظه همش دود میشه، میره هوا. شاید وقتی هم که بمیریم همینطور باشه. تمام این جهان میگه الناس نیامون و اذا ماتوا انتبهوا، یعنی مردم خوابن و وقتی میمیرن بیدار میشن تازه. اگر چنین الگو اینو نگه می‌داریم واسه یه جلسه. این من خودم راجبش خیلی سوال و صحبت دارم. میخوام اینو بگم که بریم سراغ آینه خواب. از آینه خواب باشد خیالا در جهان، تو جهانی بر خیالی دان روان یا بین روان. تو در واقع، ما در واقع این روان، باز دوباره در اینجا اون تداعی های مختلفش رو در نظر بگیر. وقتی میگیم روان به معنی واقعا روانم هست، نیست وش باشد خیالا در جهان، تو جهانی بر خیالی بین روان. ما با
باید وقتی که از خواب پا میشیم یک مقدار به خودمون فرصت بدیم دیر بیفتیم تو شلوار اون هویتی که در طول روز واسه خودمون تراشیدیم. اون فاصله یک ربعی که اجازه میدیم که خوابمون رو یادمون بیاد، از جامون تکون نمیخوریم، چراغ رو روشن نمیکنیم، استرسی نداریم، مواظب هستیم که اون جهان خواب رو یادمون باشه و هر از گاهی هم بهش فکر بکنیم، اینجوری زمانی که لااقل زندگی میکنیم میشه 2 برابر. چون یک بارم تو خواب زندگی میکنیم و تجربیات به گور نمیرن، به گور فراموشی. به خاطر همین من اسم ناخودآگاه گذاشتم گماگاهی. گم میشه دیگه. خب آینه خوابو نفهم. آینه خواب همش ایناست که ما چه کار بکنیم که بهتر نه بتونیم خوابمون. یعنی من فکر کردم که مثلا خوابیدن آینی داره، نمیدونم بیدار شدن آینی داره، بله، مثلا این است که شما اینجوری. قبل از خواب ببینید که چجوری داره آگاهیتون کم میشه، چجوری دارید خواب برادر مرگ دیگه، ببینید چجوری به این برادر در آغوش برادر مرگ میرید. چون یکی از بدترین چیزا این است که خب من میرم هیچ میشم ها. اون چیز دیگه خدا رو هیچ گرفتن خیلی خوبه، میگه که یعنی خود کلمه رو معادل لا، یه بازی کلامی میشه کرد دیگه. یک هیچیه که الف و لام هم داره، مثلا بگیم الله، حالا هی هم میتونی تاش اضافه کنی نکنی، یه الله یعنی خدای من هیچه دیگه در واقع. چون که میگن که چطوری میشه از هیچ چیزی به وجود بیاد، پس بنابراین حتما خدایی هست، ولی خدا از هیچ به وجود میاد. و بعدش ما اگه اونی که آتئیسته میگه خب اگه بمیریم چی میشیم، میگه هیچ. اونی که خدا پرسته میگه ما بمیریم چی میشیم، میریم پیش خدا. نهایتا بازم داریم همون حرفو میزنیم. اگر فقط کافیه که شما این هویت بین خدا و هیچ رو یکی کنی، خوابم میبینی و خوابت هم فراموش میشه، برمیگرده پیش هیچ. هیچ کلمه بزرگیه. حالا ما از وقتی خوابمون میبره تا وقتی بیدار میشیم دائم داریم خواب میبینیم یا نه؟ نه، اون قسمتی که داری رویا میبینی یعنی تصویری میشه، وقتی است که شما اون چشاتون داره با سرعت زیاد حرکت میکنه، میشه rapid eye movement، بهش میگن رم. در زمان رم بعد این معلومه به چی بستگی داره که مثلا چرا، یعنی آدم در شبانه در وقتی خوابه چه میزان ساعتی رو خواب میبینه و به چی بستگی داره، چیکار بکنه بخش مثلا بیولوژی اگه اون خوابیدنیه، بخش بیولوژی. اعمال خواب رو انجام بده میتونه. حالا این سوال بعدیم، اینو اول بگین تا بعد سوال بعدیمو بپرسیم. من داشتم رمو میگفتم، رم مشخص میشه که چی جوریه. و خواب سیکلیکه، سیکل اول تموم میشه میتونی بیدار شی، حالت هم خوبه، میتونی ادامه بدی به زندگی. فقط اینا رو من بگم که مثلا ما عادت نداریم به این و فضا، فکر میکنیم که از ابتدای بشر تا انتها خواب همیشه همین شکلی بوده که هست. چون که در موردش هم کم صحبت میشه، همه در مورد این که فلان پادشاه زد تو گوشه فلان رعیت زد، بابای پادشاه رو در آورد زیاد صحبت میکنه، ولی در مورد این که همون پادشاه چقدر چند ساعت میخوابیده کسی حرف نمیزنه ها. چون که کسی مینویسه مثلا آجر نخوری، چیزای بدیهی رو نمی‌نویسن. از قضا چیزای مهم تو همین لای بدیهیات از بین میره ها. مثلا میگن سقف مقرنس، در همه جای ادبیات نوشته سقف مقرنس. چرا مقرنس؟ این مقرنس که به معنی حالا پلکانیه، این پلکان به کجا؟ یه چروکه، به من چروکی چی؟ اینا رو چون که برای خودشون اون موقع بدیهی بوده، کسی هیچ وقت توضیح نداده، انقدر توضیح ندادن اینجا هم نوشته نشده، ما هنوز که هنوز میخونیم سقف مقرنس ها. به همین ترتیب هم زمان خوابه، ما مقدار زیادی نوابغ داریم که ریتم خوابشون متفاوت بوده. یکیش داوینچی، یکی از معروف ترین. خیلی‌ها میخوان شبیه خواب داوینچی خواب ببینن نابغه‌شن ها. حالا خب میشه شما اگر 10,000 ساعت عدد نابغه در بیاری ممکن نابغه بشی. این تئوری دالی البته. من که نابغه هستم ولی خب حالا. آره شما لازم نیست ادا در بیاری، ولی اونایی که قراره ادا آره. در بیارن اگه ادا در بیارن بقیه باید سعی کنم مثل من بخوابن. خب داوینچی چه جوری میخوابید؟ 6 ساعت کار میکرد، 1 ساعت میخوابید، 6 ساعت کار میکرد، یا هر ریتم. ولی این ریتم یک ریتم متعارفی بوده اون موقع. یعنی ما آها، یعنی پشت هم یهو 6 7 نه ساعت نه نه، نمیخوابید؟ ولی اون دیگه خیلی اکستریمه، ولی به صورت متعارف انسان ها در قدیم این شکلی بودن. الان ما لامپ داریم، فاصله بین بیداری و خواب از فضای طبیعی در اومده ها. یعنی شما در واقع چراغ داری، چراغ رو روشن میکنی، تاریکی شب باعث نمیشه که شما کاری نداشته باشی بری بخوابی.
ولی در قدیم قاعدتا این مسئله به این شکل نبوده، قطعا هزینه داشته یا هر چیزی. و همینطور ترس از اومدن حیوانات دیگه، حمله آدم‌های دیگه، ناامنی، همه اینها فاصله ایجاد میکنه با این حالتی که ما الان میخوابیم. ما الان میخوابیم میگیم به این فکر نمیکنیم 2 سال میاد امشب تو خونمون یا نه، اون آمادگی رو نداریم یا اون حس رو نداریم، با اون حالت نمیخوابیم. بنابراین به صورت متعارف در حالت مثلا فرض کن قرون وسطا یک خواب نیمه مثل خواب قیلوله که ما میگیم خواب روز، یک بیداری قیلوله یعنی متقارن توش تاریکی شب بوده. یعنی نصف شب مردم بیدار میشدن 3-4 ساعت، اونایی که عابد بودن عبادت میکردن، اونایی هم که دیگه کار دیگه میکردن دیگه، حالا هر چیزی، مثلا بشینه کتاب بخونه، هر چیزی. اون خواب از بین رفته. الان اگر شما اون خوابو داشته باشی به عنوان پاتولوژیک بهش نگاه میکنن، میگن خب حتما یه چیزی در تو ناخودآگاه، وجدانت ناراحته، تو نصف شب بیدار میکنه الی آخر. ولی خب اونایی که روشنبین دارن میشن ساعت 3 شب بیدار میشن. یک جوری انگار که از یک گذشته دوری یه چیزی درشون بیدار میشه. خب اینو نمیخوام الان خیلی ازوتریک حرف بزنم، ولی شبیه چیزی فاصله ای است که بین اونتوژنی و فیلوژنی هست. اونتوژنی اون حالتی است که ما در رحم مادر تمام جهان را تکرار میکنیم. فیلوژنی تمام اون تکاملی است که در طول تاریخ میاد و اینها روی ما نوشته میشه. یعنی که تمام تجربیات گذشتگان، چیزی که حالا در هندوستان بهش میگن کارما، در ما نوشته شده. یعنی ما خاطرمون هستش که اونها چجوری میخوابیدن و اینها، و این به صورت یک استعداد در ما هست. یعنی پایه بیولوژیکش به صورت ژنتیکی در ما هست، فقط کافیه که ما یک خورده آروم بگیریم. اونها مجددا شروع میکنن بیان کردن خودشون، اون استعداد. حالا اتفاقا توی یه هفته 10 روز گذشته تو همین اینستاگرام خیلی مطلب زیاد دیده میشد که میگفتن که اونایی که سحرخیزن، حالا نمیدونم چقدر درسته صحت داره یا نه، مطالب تو اینستاگرام که نمیشه بهش استناد کرد، ولی من میگم شما جوابشو بگیم. میگفتن میگن اونایی که سحرخیزن ژن ناندرتالشون هنوز توشون باقی مونده. از نمیتونم اینو بگم حقیقتا در مورد فاصله بین ناندرتالا و انسان هوشمند. الان میریم سراغ ناندرتال، یعنی یک بخش بسیار زیادی از انسانشناسی زیستی بحث ناندرتاله و اینکه چند درصد از ژن ما ناندرتاله، 3% الی آخر، مثلا به خصوص در اروپا. در کردستان هم پیدا شده دیگه، طبیعتا میدونید دیگه، در کوها در که ریچوال داشتن، ریچوال مرگ داشتن، ولی تدفین. ولی ناندرتالا همینطور حس زیباشناسی داشتن به خاطر اینکه تزیین و این غار، تزیین کردن غار و اینا چیزایی است که ما به هر حال میدونیم. ولی اون شجاعت در واقع، اون حالتی که انسان ساوانا رو ندارن که بخواد خطر بکنه، به خاطر همین اونها تونستن بمونن و بقیه ناندرتال ها از بین رفتن. ولی ازدواجی بینشون صورت گرفته، به لحاظ ژنتیکی اونقدر شبیه بودن که بتونن ژن رو به هم انتقال بدن. ولی اینکه سحرخیز بودن و اینها، من خودم به شخصه نخوندم، ولی بعید میدونم که ما یه همچین اطلاعاتی هم داشته باشیم از اینکه اونها سحرخیز بودن یا نبودن. نزدیکترین اطلاعاتی که داریم برمیگرده به بوزرجمهر که میگه سحرخیز باش تا کامروا شوی. بعد پادشاه میاد دزد استخدام میکنه که بوزرجمهر رو، بزرگمهر رو جیبشو بزنن. بعد میگه که بازم میگی سحرخیز باش تا کامروا شوی، که میگه که بله خب اونو سحرخیزتر از من بودن. از این داستان. ولی آیین خواب مهمه، یعنی که مهم هستش که ما به هر حال برگردیم سر این که خلاصه داستان این هستش که قبل از خواب و بعد از خواب باید یک زمانی گذاشت واسه خواب و از اینجا شروع کرد باز کردن این جهان رو. نه اینکه ما یک مرتبه بگفتیم تو تاریکی بعد بیایم بیرون دوباره و فکر کنیم که حالا می‌خوایم در مورد خواب صحبت کنیم. بدون تجربه کردن خواب که نمیتونیم در مورد خواب صحبت بکنیم. ما حالا انتظارم این هستش که تو جلسات بعدی افراد تجربیاتشون رو در اختیار ما بگذارن. ولی تجربیات چجوری باید باشه؟ خیلی اوقات
انقدر پیام خواب سریعه که ما مجبوریم که یادمون باشه، ولی ما هر شب خواب میبینیم تقریبا. بنابراین لازم هستش که لااقل یک مقدار، نمیگم که اصرار داشته باشیم که خواب ببینیم. این آینه خواب در یک زمان مخصوصا در تفکر اسلامی وجود داشته که در قل هو الله بخونید، وضو بگیرید، با دستتون فوت بکنید و بعد به این ترتیب شما خودتون رو، بدنتون رو آماده میکنید واسه خواب دیدن و بعد خواب میبینید. خواب دیدن کاری نداره، ولی نباید دست کاریش کرد. خواب بعد خودش اتفاق میفته و اتفاقا میفته. مهم این هستش که ما زودی نیفتیم در شلوار هویت صبحمون و زودم نریم توی خواب. یه خورده تأمل بکنیم قبل از خواب، یه مقدار ببینیم که چجوری داریم فرو میریم در اون جایی که هویت صفر میشه دوباره، یعنی تاریکی مطلق. اون جایی که تاریکی مطلقه، نه اینکه هویتی نیست، هویتی هستش که بحران هویت دیگه نداره، دیگه تکون نمیخوره، بنابراین شما نمیبینیدش دیگه. تاریکه بخشای تاریک خواب. بعد فاصله رو ایجاد کرده بود بین خواب و رویا دیگه. خواب وقتی ما در زبان فارسی میگیم، در انگلیسی بین اسلیپ و دریم فاصله هست، ولی در فارسی نیست. جز این اهمیت جهان خواب واسه ما نشون میده، چون که خواب برای ما عالمه. مثلا میگیم طرف خوابه یعنی در عالم خوابه، ولی در انگلیسی بین اسلیپ و دریم فاصله هست. فکر میکنم این فاصله درسته دیگه. من یه تجربه شخصی که خودم دارم، حالا نمیدونم چند نفر از دوستان این تجربه رو دارن، خود شما داری یا نه. بس کنیم مثلا بعضی وقتا ظهرا که میام چرت بزنم، هنوز بین خواب و بیداریم، یعنی هنوز کاملا نخوابیدم و یه مقدار هوشیارم، خواب میبینم. حالا نمیدونم این طبیعی هست غیر طبیعی هست. قطعا این خوابی که تو اون زمان دیده میشه اون دریمه نمیتونه، اون رویاه نمیتونه باشه دیگه، درسته؟ بین ویژن و در واقع همه چیز، رویا که میگیم مثل رویت، در واقع کلمش از رویت میاد، دیدن ها. ولی مسئله این هستش که شما چقدر در واقع این مسئله وجود داره بین بخشی از شما که داره یک نقشی رو بازی میکنه و بخش بزرگتر از شما که همه اون ماسکایی که استفاده نشده دستشه ها. اون من بزرگ اون من بزرگ در واقع میگه حالا بیا اینو بازی کن با اون پیشنهاد. همیشه داره این کارو میکنه دیگه. یعنی در واقع آدمایی که دیپرس هم میشن همینه دیگه. دیپرس میشن به خاطر اینکه خود آدمه میدونه که دیگه این نقشو نمیخواد بازی کنه. اونجا یک مرتبه‌ای فشار زیادی میاد و طرف دیگه به جای اینکه رویا پردازی بکنه عین قضیه رو میبینه. یک چیز هست، یک داستانی هستش که این توی روانکاوی میدونید به همش بر اساس غریزه جنسی در واقع مثال هاش حذف و بیان شد اینها، و این یکی از نقصایی بود که خود فروید رو اذیت میکرد، میگفت تقلیل داره. بله، مرحوم فروید خیلی علاقه داشت به این تفسیر. فروید خیلی ناراحت بود از اینکه کار عظیمی که کرده تقلیل به جنسیت زدگی میشد، در صورتی که واقعا همین کارو میکرد دیگه. آخه غیر از این کاری نداشت. اینکه شما در خشت خام غرایز جنسی شما بتونید روحیات رو بخونید، این ربطی نداره به اینکه شما کارتون خشت مالیه، اصلا این ربطی به هم نداره. و این دو چیز متفاوته. ولی میخواستم اینو بگم که یک مثالی داره. یه طرف میاد پلوی روانپزشک میگه که من هر شب خواب میبینم که دارم با زن همسایه میخوابم. بعد میگه تعبیرش چیه؟ بعد روانکاو میگه بالا این تعبیر نداره. اگه اومده بودی بگی که من سوار یک اسب سفید میشم، بعد از لای نمیدونم درخچه های تمشک خونه همسایه رد میشم، من میتونستم بگم تو در ناخودآگاه خودت میخوای با زن همسایه بخوابی. ولی انقدر این درایو در واقع رانه جنسی قویه که مستقیما دیگه داری شما همون چیزی که میخوای میبینی. من دیگه چه تعبیری بکنم اینجا؟ بعضی اوقات اون ویژنه این شکلیه، یعنی به اضطرار فرد یک مرتبه یک چیزی رو عیناً میبینه دیگه. وقتی که شما بیش از اندازه گوش نمیکنید. همینطور هم هستش یکی از روش‌های شکنجه این هستش که به محض اینکه ببینن داری خواب میبینی بیدارت کنن. میخوابی ولی خواب نمیبینی و بعد دیوانه میشی. اونجا تمام اون خشونتایی که در خواب قرار بود خالی بشه، در بیداری خودش رو به صورت خشم و دیوانگی نشون میده.
پس یه سری از مسائل مشکلات ما ممکنه در خواب تخلیه بله بشه. دیگه، دقیقا شما اونجا میگه فروید میگه که صحنه است که در اونجا آرزوات برآورده شده میبینی. خواب شبیه تئاتر میبینتش، میگه خواب تئاتری است که در اون صحنه رو برآورده شده میبینی. یکی از بهترین مثال ها که خود فروید هم در موردش صحبت میکنه هملته. هملت در واقع چرا از عموش ناراحته، از دست عموش؟ چرا از دست عموش؟ به خاطر مادرش. چون که عموش همون کاری رو کرده که خودش میخواسته بکنه. یعنی بعد از اینکه باباش میمیره بره با مامانش ازدواج کنه، ولی عمو این کارو میکنه. بعد کجا در واقع این مسئله برمیگرده؟ وقتی که تئاترشو بازی میکنه، عین تئاترشو اجرا میکنه، میبینه دایش کاتارسیس، عموش کاتارسیس داره، یعنی میفهمه که بس اون گناهکاره و بعد میگه که نه من اینو نمیکشم، الان اگه بکشم روانش میره بهشت، که در حال دعا کردنه و توبه کردنه، میذارم در یک موقعی که غرق گناه میشه بکشمش. ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که دیگه خشمش از بین رفت، چون که این هم دقیقاً همون کاری که اون کرده رو آورد جلوی چشش. بنابراین این به اون در شد. میشه اینجوری هم تفسیرش کرد دیگه. بله. حالا یه خورده برای اینکه این فضا تلطیف بشه البته من برگردیم به همون سوال اول. خیلی برام جالب بود که گفتین 3 نوع خواب وجود داره. من با اینکه هیچ این یکی دیگه مال خود فرویده. طرف میاد پلوی فروید میگه که من خواب دیدم که من میخوام از فروید بیام بیرون، این نمیذاری این شما. مهمه. میگه که من خواب دیدم که با یک زنی خوابیدم. بعد میگه فروید میگه کی بود؟ میگه من خواب دیدم با یک زنی خوابیدم. بعد فروید میگه کی بود؟ میگه نمیدونم، فقط میدونم مادرم نبود. در واقع انکار فرویدیه دیگه. یعنی میگه اگه مادر نبود چرا اصلا میگیش؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم دیگه، تهشو گفتی شما. عرض به خدمت شما که آره برام جالب بود که گفتی 3 جور خواب داریم. من خودمم فکر میکردم که 3 نوع خواب ما داریم، منتها با این تفاوت میگفتم یه سری خواب هست که اصلا چرت و پرت، هیچی، از این خوابای آشفته که آدم نمیدونه چه خبره. یه نوع خوابه که مثلا شب آدم یه فیلم جنایی اکشن دیده، حالا به یه شکل دیگه تو خواب میبینه همون اتفاقات رو، نه عیناً، یعنی تاثیر چیزایی که روز خیلی تحت تاثیرش قرار داده، شب انگار همونا رو به نوع دیگه میبینه. ولی یه جور خواب هست که حداقل برای خود من اینجوریه، جایی هم نخوندم، وقتی آدم بیدار میشه اولا خیلی واضحه براش و میدونه این یه چیزی هست. یعنی انگار خود آدم بعضی خوابا رو تشخیص میده که این یه پیامی باید داشته باشه و هی میره دنبال تفسیر و تعبیر و تعویل اون. در واقع این جوری بود که خود من تقسیم بندی کردم. البته یه جاش فکر میکنم فرق داشت. شما گفتی خواب عرفانی، خواب سمبولیک و حالا همون تو خوابای آشفته فکر میکنم حدسم درست بود. ولی توی خوابای عرفانی و خوابای سمبولیک این چیز، یعنی اون خوابایی که ما تاثیر روزه هم باز میره توی همون خوابای آشفته، درسته؟ یعنی اینا یه دسته میشه دیگه. ببین مسئله رو پیچیده نکنیم، خیلی مسئله ساده تره، مثل ارتباطه ها. گفتیم که یک در واقع انگار که یک من بزرگتری وجود داره با یک من کوچکتری که در این جهانی که الان هستیم داره بازی میکنه، کارایی میکنه، که این جهان هم ماهیتش مثل همون خوابه، فرق نمیکنه. کما اینکه جلسه اول یا دوم بود در مورد دریم آرگومنت دکارت صحبت کردیم که میگه که نمیشه فهمید که ما خواب هستیم یا بیدار هستیم و دلش میخواد که بفهمه پس ما چی هستیم. میگه که پس من فکر میکنم پس هستم، کوجیتو ارگو سوم. خب ما مسئله رو میتونیم به صورت فرستنده، گیرنده و نوید ببینیم. ببخشید، اختشاش، فرستنده، گیرنده و اختشاش. صدامو دارید؟ بله. یک فرستنده است که اون من بزرگه با انواع اقسام ماسک‌ها که داره پیشنهاد میده. یک نفری هستش که اینجا چسبیده به یه ماسکش که این در واقع اون فردی است که در بیداری است. در جهان خواب ما میتونیم اون ماسک‌ها رو
یه مقدار بریم با اون آدم صحبت بکنیم. در واقع این ارتباط رو ما داریم. این وسط یک سری خروش‌های بدنی بیولوژیک هم هست که غذا چی خوردی، نمیدونم روز قبلش چه اتفاقی برات افتاده، رزیجیو آف دی دی، پسمانده روز، که در واقع خودشون میگه اونا به صورت اغتشاش خودشون رو نشون میدن. ما تمام ادبیات ما، یعنی انگار که در یک زمانی، به خصوص وقتی که ما سعدی میخونیم، ولی وقتی حافظ میخونیم در واقع داریم در مورد یک جهان خواب صحبت میکنیم دیگه. جهان حافظ معلوم نمیشه جهان خواب یا بیداریه، معلوم نیست این آدم مثل رویا زندگی میکرده یا مثل بیداری زندگی میکرده. بیداری حافظ خیلی مشخص نیست، به خاطر همین ما باش فال میگیریم. دقیقاً همون کاری که با خواب میکنیم داریم با حافظ میکنیم، یعنی زبان ناخودآگاه ماست، لسان الغیبه. چون که عمیقاً آغشته به ناخودآگاهه، به گماگاهه، ما میتونیم با حافظ دقیقاً همون ارتباط رو بگیریم که با خواب میگیریم. یک فرستنده است، یک گیرنده است و یک تعبیر این وسط و اغتشاشات که ناخونت کجای کاغذ گیر کنه مثلا. البته آلمانیا بوخشتشن دارن، میدونید، با شمشیر میزنن به کاغذ، به کتاب مقدس، ببینن کجا باز میشه. در الان دیگه این کارو نمیکنن. فال میگیرن، با کتاب مقدس فال میگیرن. ولی اون یه مقدار احتمال رو متعادل تر میکنه، چون که از فاصله دور با شمشیر میزنن لای کتاب، هر جای کتاب که خورد. ولی ما وقتی میزنیم قشنگ انگشت شستمون یه جوری مشخصا وسط میفته دیگه، میدونیم کجا میفته. خیلی از فالا رو نمیبینیم. ولی پرت نشم از موضوع، دارم اینو میگم. وقتی حافظ رو میخونیم ما در واقع داریم با یک سیستم نور و عکس و جام و دیدن مرتبا اینا تکرار میشه، حجم زیادی اینا تکرار میشه. میگه که سایه قد تو بر قامتم ایسیدم، عکس روحی است که بر عظم رمیم افتاده است. همش در مورد عکاسی و نور و سیستم اپتیکه و خوابم همینه. وقتی شما بر این اساس نگاه بکنید دقیقاً دارید تئوریای خواب رو با حافظ میخونید. اینو گوش کنید. میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. ما اینجا چی داریم؟ یک عارف داریم، حالا اون من کوچیک که در واقع دنبال من بزرگه، یک جام داریم که توش میه، یک اون من بزرگ داریم که از توی این جام در واقع داره اونو میبینه. درسته؟ جام جهان بین. رابطه بین جان و جهان رابطه مهمی است که در مورد این باید یک بار صحبت کنیم. همش در مورد پروژکشن دیگه، جهانی رو شما دارید توی یک جام میبینید. ولی اینجا یک اغتشاشی هم هست، میگه عارف از خنده می. یعنی خنده می منظورش فرض کنیم اون ارتعاشات روی سطح موجی که روی جام شراب میفته. شما اگه تصویر یک نفر باشه اونجا و وقتی این جام رو دارید میبینید و این بلغزه، اون آدم شروع میکنه به خندیدن، حرف زدن، تکون خوردن، حرکت کردن، حرکت میکنه. ولی اون آدم ثابته، حرکتی نداره، تو حرکت میبینی توش. این تمام فلسفه عرفانی و به خصوص در مورد رؤیت و رویا در این هست که چطور میشه چیزی که کامل حرکت داره مثلا، و یا اصلا چرا حرکت داره، و اینکه میگه در طمع خام، یعنی اینکه واقعا هر طمعی خامه. یعنی ما هیچ وقت به آرزوهامون که نمیرسیم. ابژه برآورده کننده آرزو که نداریم، که ابژه برانگیزاننده آرزو داریم. همیشه ما ابژه برآورنده آرزو نداریم. ابژه‌ای وجود نداره که شما در آغوش بگیری آرزوات همه حل شه. ابژه‌ای وجود داره که در تو یعنی ابژه هم بگی ابژه یعنی چه؟ هر کی مثل من نه مثلا نمیدونه. فرض کنید که شما میگید که من مولوی توی اف پی مافی میگه وقتی روزه میگیری میگی توتماج میخوام، آش میخوام، فلان میخوام، همش میخوای، ولی وقتی به اون میرسی میبینی اصلا همشون یه چیز بوده، تو گرسنگی داشتی و همه اینها یک چیز بودن و اون چیزی که میخوای وهمه. مثلا در مورد غریزه جنسی، هر کسی در عشق رمانتیک دنبال این هستش که خب به یک نفری برسه که خود اون آدم واقعی است، بقیه همه اشتباه بودن ولی من بالاخره اون آدم واقعی رو پیدا میکنم. آلمانیا میگن داسخیش دیگه، هاست تو داسخیش دیگه gefunden. آیا تونستی اون آدمی که لازمه به دردت میخوره پیدا کنی؟ ایده اصلی در عشق رمانتیک اینه که یک نفری میاد که دقیقاً تو دیگه وقتی به اون میرسی دیگه همه
این کام روا میشه دیگه. این کام، حالا تو میگی مثلا چیز فروید خیلی روی غریزه جنسی تمرکز کرده، ولی ما بزرگترین مفهوم که در مورد ما جامعه مرگ هست، طرف وقتی که ازدواج نکرده باشه میگن جوان ناکام یا ناکام. یعنی ناکام یعنی کسی ما توی یه لوپی افتادیم هی میریم برمیگردیم به اینجا. چرا اینا در موردش مقاومت داریم؟ نه چرا در موردش مقاومت داریم؟ مثلا که تو وقتی میگی که چون نه من مشکلی ندارم، چون وقتمون کم کم داره تموم میشه. من یه سوال مهمم مونده راجع به اون سن و خواب. خب اگر اجازه بدین اونو من بپرسم. بحثم تموم نشد. من داشتم میگفتم که اون مسئله خب بعد وقت رو تنظیم بکنم دیگه، نویز نمیذاری. رو در نظر بگیر. یک نویزی وجود داره اینجا که بدن ماست، مثل همین ارتعاشات سطح جام می که بدن رو به حرکت میندازه و شما تخیلات و وهم‌هایی داری که فکر میکنی که طمع خام در تو ایجاد میکنه، آرزو در تو ایجاد میکنه، ولی آرزو وجود نداره در واقع. اون چیزی که فکر میکنی وهمه. میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. به نظر من باید روی این بیت خیلی بیشتر تمرکز کرد. این که فوق العاده بود این بیت، یعنی من خودم اینجوری بهش نگاه نکرده بودم هیچ وقت و خیلی لذت بردم. اگر برگردیم سراغ همون انواع خواب، الان با توجه به این که به هر حال تو عصر دیجیتال هستیم و تکنولوژی انقدر پیشرفت کرده، خواب سمبولیک هنوز وجود داره توی جوامع پیشرفته؟ حالا این بحث جالبیه، اینکه حالا سمبل ها رو ما چجوری باش کار میکنیم. این شکل سنتی اسلام این هستش که خیلی خوب شما واسه هر کلمه‌ای که داری تو قرآن یک کلمه‌ای وجود داره و اون بهت جوابتو میده. ولی وقتی جامعه مدرن میشه دیگه تو قرآن مثلا نیومده هندی و هندفری و فلان و اینا. پس بنابراین اون کسی که در واقع ذهن قرآنی داره و اینا رو به شبیه وساوس شیطانی میبینید، چون که یک مرتبه میبینه که یک چیزی وجود داره که در برابرش ما به ازای سمبولیک وجود نداره، یعنی نتونسته اون ارزش اجتماعی رو برای خودش عاطفی کنه. و این یکی از بزرگترین مسائل. حالا غیر از لوازم مدرن، منظور من اینه که مثلا اون دفعه همین مثال دندون افتادن و چیز کردیم دیگه، مثلا دندونش بیفته یعنی یه نفر میمیره، این سمبل فلان. یا مثلا استخون رو تو خواب ببینی. بحثم ذهنم پرید، الان داشتم یه چیز مهمی میگفتم. نه الان داشتی میگفتی که مثلا چون قبلا هندزفری نبوده فلان نبوده، الان خوابش رو ببینیم میشه خواب شیطانی، میگن خواب شیطانی. میگم من سوالم اینه، برای اون آدمای سلفیست، برای اون آدمای خشک مذهب این مسئله وجود داره که نمیتونن اینو عاطفی کنن برای خودشون. یکی از بزرگترین مسائلی که میشه به وجود بیاد و عاطفی بشه این هستش که رابطه فرد مسلمان با تکنولوژی درست بشه، مثل قرون وسطا. ولی اونجا یک اسلام دیگه در کار بود تا اسلامی که الان هست. اون موقع یک اسم اعظم دیگه‌ای در کار بود تا الان. میگه حقیقت رو به هر دوری ظهوری است، ز اسمی بر جهان افتاده نوری است. اون دوره اسم اعظم غالب بود، میگه لا غالب الا الله، یعنی که اون غالبه و ماها همه لا هستیم و هیچی نیستیم. اون موقع می نوشتن لا مالک الا الله روی درا، الان می نویسن ولا یزلقونک بابصارهم، یعنی چشم حسود کور. این دو تا جهان، جفتش هم از قرآنه ها، ولی دو تا اسلام کاملا متفاوته، از یک کتاب دو تا برداشت کاملا متفاوت. پس ما با دو تا تعبیر کاملا متفاوت قرار داریم با مفهوم اسلام. پس بنابراین اسلام فرهنگه و این هم در زمانی هم زمانی برخورد ما با اسلام میتونه باشه. پس بنابراین وقتی که در مورد تو خواب شما میبینید، سوال شما رو دارم جواب میدم، میگه شما تو خواب میبینید که یک مثلا فرض کن تلفن همراه داره، این میتونه در یک کنتکستی که اسم گذاری درست اتفاق افتاده باشه، نه مثل فرهنگستان الان مثلا یک اسمی رو بگذاره که در واقع ماهیت اون باشه، نه کاری که میکنه. الان کاری که میکنه رو میذارن رو اسم اون شی، یعنی کاملا عقلانیت سوری. اگر اون عقلانیت ارزشی یعنی ماهیت اون اشیا رو اسمشو بگذارن، ما مجددا میتونیم در یک
بهداشت روانی بهتری به سر ببریم. پیدا کردن کلمات تکنولوژیک، این از این نظر میگم که خب من مهندسی الکترونیک خوندم ابتدا که بعد افتادم به این راه، بسیار مهم هستش که شما این رو با ناخودآگاه خودتون بتونید همراه بکنید، نه اینکه هر کاری که اون شی میکنه رو بگذارید روی اسم. تلفن همراه بسیار بدتر از هاتفه که ما در فارسی حالا تلفن هاتف همراه که اتفاقا خیلی ناجوره، چون مثلا میخوام فارسی کنن موبایلو میگن تلفن همراه. خود تلفن که اصلا واژه من فارسی در نیست مورد که، یعنی اصلا این مسخره ترین کاریه که میشه کرد. یک بار اولین بار یکی از دوستان ما آقای بهزاد دوران توی تهران من سخنرانی کردم، اجازه داد به من که در مورد این صحبت کنم، ولی بعدش ادامه هر چیز دیگه ادامه پیدا نکرد. ولی اون موقع من راجع به این اتفاقا اگه بگردیم همچنان هست فکر کنم سخنرانی در مورد این من سخنرانی کردم توی اون پژوهشگاه راجع به این که کلمات جدید و تئوری خواب چقدر میتونه کمک بکنه در پیدا کردن کلمات جدید در فرهنگستان و این مسیر که افراد میرن، همونطور که در مورد مسائل سیاسی گفتم که خواب رو توجه نمیکنن، در مورد لغت پیدا کردن هم به بخش ناخودآگاه که 99% قضیه است توجه نمیشه که چه تأثیری کجای این ناخودآگاه ما داره انگولک میشه، به اون توجه نمیشه. حالا یه قسمت سوال من موند، این که فرض کنیم میگم در گذشته خواب گلدون اگه میدیدن یه تعبیری داشت و مشخصا هم اون سمبل یه چیزی بود، یا مثلا کوه، استخون، هر چی که شما بگی. الان با توجه به این تغییرات گسترده‌ای که شده، آیا هنوز مثلا گلدون همون معنی رو میده تو خواب منی که اصلا توی این داستان ها نیستم، دارم جور دیگه زندگی میکنم، یا خیلی آدمای دیگه؟ میخوام بگم که معنی سمبولا عوض شده. خیلی چیز جالبیه. ببین یه موقعی هستش که یک فرد کاملا تو سنته، یعنی که شما یک نفر رو بگیری انگار که همه جامعه رو گرفتی، مثلا در جایی که انتروپی یا بی‌نظمی صفره، جوامعی که خیلی خیلی سنتی هست و تغییر درشون نیست، تغییر هویت نداره، انتروپی صفر، انتروپی بهش میگن، یعنی بی‌نظمی. در فقدان بی‌نظمی هنوز هیچ کسی از هیچ توریستی از اونجا رد نشده که دستشو بخواد کنار برکهشون بشوره، عینک آفتابیشو جا بذاره، چون که بعدش که فرداش یک بچه‌ای بدون عینک آفتابی رو پیدا میکنه دیگه جهان اون بچه عوض شد ها. ولی قبل از اون جهان عوض شدن، این افراد یک فرهنگی دارن، اون فرهنگ برای همشون یک چیزه، بنابراین میتونن کتاب تعبیر خواب داشته باشن. گفتم کتاب تعبیر خواب ابن سیرین دقیقاً کتاب قرآنه، یعنی میشه پیدا کرد که چرا این تعبیر پیدا میکنه، بنابراین یک کتابه. اینو من توی رساله‌ام نوشتم. وقتی اون فرد در اون جهان خواب میبینه، بیدار که میشه، تعبیر خوابش از توی چیز، از توی تاقچه برمی‌داره میبینه، یعنی گویی که خوابش از قبل اونجا بوده، انگار که یعنی یک فضایی اتفاق میفته که انگار آینده و گذشته و اینا همه در همه. این در زبان حافظ هم هست دیگه، میگه که جهان پرفتنه خواهد شد از آن چشم و از آن ابرو. معلوم نیستش که این چشمه کی اتفاق افتاده، قرار هستش که اون چشمه داره هنوز ما رو میپاد، یک زمانی ما میفهمیم، یا بعدا یک زمانی یک چشمی طلوع میکنه و جهان پرفتنه میشه. این زبان معلق و بی زمانه، دقیقاً مانند ناخودآگاه کار میکنه، چون ناخودآگاه نه میفهمه نه زمان میفهمه. در اون حالت بله، ولی وقتی که ما در زمان، وقتی میگیم مدرن، مفهوم زمان رو وارد میکنیم دیگه، یعنی یه چیزی که با گذشته فرق کرد. وقتی ما در درون این چنبره میفتیم، یک بحران هویت رو تجربه میکنیم. برگشتیم به بخش اول قضیه و در اون زمان ما میتونیم بگیم که نسبت به معنی خواب خودمون بی جهت میشیم، دیس اورینتد میشیم، که بدم نیست. میگه مقام امن آن را دان که هستی تو در او لرزان، ولی چیز بدی نیست. به هر حال بالاخره سمبول ها الان تکلیفشون چی شد؟ یعنی الان من خواب میبینم، صبح میتونم بلندشم کتاب ابن سیرین واکنم و از روش بخونم هر چون بود. نه نماز شب میخونی، نه قرآن میخونی، نه نماز روزت درسته، نه. خب همینو میگم دیگه، یعنی سمبولا پس عوض شده دیگه. الان خب نمیتونی باشه، اگه اونطوری باشی خب طبیعتا بعد بزنن تو موزه. نه
به خوب و بدش کار ندارم، تهش آدم میره جهنم. ولی میگم که معنی سمبل ها عوض شده. من نمیتونم از روی کتاب ابن سیری مثلا وقتی میگی خوابم رو معنی تعبیر سمبل ها بکنم. عوض شده، مثل این هستش که بگی معنی پول عوض شده ها. ناکن ما یک ایمیجینری داریم، یعنی تخیل داریم، خیال داریم. نه وقت نداریم. جلسه بعد راجع به رابطه بین واقعیت، ایمیجینری و دو سمبل سه ها. دقیقه وقت داریم. خب ما قدمش رو میگم، ولی جلسه بعد رو با این شروع میکنیم. ببینید شما با چی؟ رابطه بین واقعیت، خیال و سمبل ها. شما پس نمیتونید یه بگید جنبندی من مثلا میگم که بفرمایید. من میگم که مثلا این الانه چه میدونم یه چیز بی ارزشی رو من الانه پیدا بکنم، مثلا یه تیکه کاغذ بردارم بگم که پیدا کردم، اونم چه پیدا کردنی. اگه یوروه نه همچی کاغذ بیارزش. توالته. میگن مثلا پول خب گوی جهنمه. شما در نظر بگیرید اینو مثلا صداتون رفت. اون تیکه رو داشتی که میگن اومد. پول نه نه، گوی فقط جهنمه. این. اینو دانته میده پول گوه خب جهنم. حالا اینا مثلا کاغذ توالت، این کاغذ پول. من مثلا دیوونم میگم که این پوله ها، میخوام پول بفروشم. مثلا من تو دیوونه خونه از اینجور آدما زیاد میبینی، میاد میگه پول پول، مثلا اینو بده، مثلا من شکلات بده. من میگه نه این که پول نیست، برای اون پوله، تو ذهن اون پوله ها. ولی واسه بچه‌ها که با خاک بازی میکنن، سنگو میکنن، پول پوله. ولی یک جایی باید باشه که اینو به عنوان پول قبول کنه دیگه، یعنی باید یک اقبال عمومی که داشته باشه. باید بقیه هم قبول کنن که این پوله. اون میشه بانک. در نتیجه بانک همین کارو میکنه، یه کاغذ خالیه ها، ولی به اعتبار اینکه یک پشتوانه‌ای داره و یه جایی یک طلایی ما به ازاش یک طلاست، شما اینو به عنوان طلا میخری از من، یعنی جابجا میشه، ارزش مبادله پیدا میکنه. این چیز غیر از سمبل نیست. سمبل باید ارزش مبادله داشته باشه. یعنی وقتی من میگم باز، شما در ذهن شما، من میگم باز، در ذهن شما باز به معنی در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است باشه. یعنی وقتی من این منطق رو به کار میبرم، این منطق بی منطق در ذهن شما یک منطق ایجاد بکنه، با اینکه بی منطقه. این میشه خواب. این کاری که با سمبل ها میکنه. خواب دقیقاً اینجوری کار میکنه. در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. این منطق خوابه. ولی برای اینکه این منطق کار کنه، شما باید اون کلمات رو بدونی، باید تو اون فرهنگ آغشته باشی، باید دوگانگی و این همزمانی و هوموفونیک بودن معنی باز به معنی پرنده و معنی باز به معنی باز بودن رو بفهمی. این دقیقا میشه اینکه من بتونم وقت اینو به شما بفروشم. الان شما اگر شما با زبان فارسی آشنا نباشی، من نمیتونم خوابمو بفروشم. اینجا سمبل ها، پس بنابراین یک سوژه زبانی هستیم ما در سمبل ها. زبان خودش سمبل دیگه، کلماتی که به کار میبریم ها. این خیلی بحث دقیق و پیچیده ای، حالا من نمیدونم چجوری میشه رو. عرض به خدمت شما که حالا وقت تمامه، که فقط چون زحمت کشیدن اینجا به پیغام گذاشتن که پیشنهاد دادن یونگ رو بخونیم، راجع به سمبل ها زیاد نوشته. من فکر میکنم که صدای شما رفته، پس من استفاده میکنم، سوء استفاده میکنم، من حرف میزنم. اون سمبل هایی که یونگ میگه خب در بیداری اتفاق میفته. ما داریم راجع به سمبل هایی که در خواب هست و معنای دیگه ای داره صحبت میکنیم. اگر اشتباه میگم شما اصلاح کنین آیده. صدا من داری؟ بله من الان دارم داریم. میگم که من دقیقا همین اتفاق الان اینجا میفته دیگه. من این همه دارم حرف میزنم، یکی الان این پایین نوشته برز جون عشقمی، نمیدونم، همینجوری شانسی که نگاه میکنم بیشتر به تو کمپلیمنت میدن تا به من. اینجا من میخواستم به رو خودم نیارم، شاکر امید جان. خدمت شما عرض کنم که رویا انسان و سمبول‌هایش، در واقع در مورد جون میتونیم صحبت بکنیم. مسئله خیلی پیچیده است. من یادم باشه آقا در یک آره، بازی اینو تموم بکنیم. من اصلا چون ما این تجربه رو زیاد با هم داریم که شما معمولا کاری میکنی و من دیده میشم. بگذاریم. دفعه بعد اینو یادداشت بکنید، دفعه بعد آره راجع به دیگه. خواب زیگموند فروید و زیگفرید یونگ صحبت بکنیم. وقتی اونو من توضیح بدم شما میبینید که
کلا سمبل ها چجوری کار میکنه حتی توی مفهوم ناخودآگاه جمعی یونگی. بله بله مرسی ممنون. می‌ذاریم بقیه رو که بقیه نباشید. چی من متوجه زمان نشدم. مابقی رو بگذاریم بقیه از شما تعریف کنم. آره دیگه، آره برای هفته آینده انشالله. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. ممنون از دوستانی که همراه ما بودن و بعدا هم این برنامه رو این میبینن. دوستان درست قربان کرده شما. که یونگ در مورد خواب و بیداری هر دو گفته، درست میگه. این در واقع بله مفهوم بله یونگی هر دو تاست. باشه، بله مواظب خودتون باشید. ممنون. قربان شما. خدا نگهدار. خلاص.